سلام بچه ها، من سپاسم و امروز همینجوری نشسته بودم با خودم دیگه تصمیم گرفتم که دیوید دایور رو ادامه ندم به طور کلی. الان که تو دوربین نگاه نمی‌کنم به خاطر اینکه یه فلشر خود دوربین رو روشن گذاشتم مال گوشی رو، و اگه دیدین که من توی ویدیو نگاه نمی‌کنم به خاطر اینکه نورش مستقیم میزنه فلشر گوشی و کر میکنه. میگم کور میکنه آدم. آره لال شدم جلوی دوربین. خلاصه امروز کاری که قراره بکنم اینه که هیچ کار عجیب غریبی نیست. من فیفا 23 رو روی دستگاه هم نصب داشتم و یعنی هر چندی بازی میکنم. الانم میخوام برم توی بازی یه ذره تمرین کنم مثل همیشه و یه مچی هم بزنم ببینم که چجوری جلو میره. اگه خوب جلو رفت و دوست داشتم همه چی و خفن جلو رفت ویدیوشو براتون میذارم. آفلاین هم از همه چی دیگه، مثل خود بازی که خودتون اجرا میکنی و هیچ چیز خاصی هم نداره دیگه. بیشتر از این معطلتون نمی کنم. بریم که ببینیم ویدیو چجوری در میاد و بریم واسش. خب همونطور که بهتون گفتم وارد بازی میشیم مثل هر آدم نرمال دیگه ای که وارد بازی فیفا میشه و معمولا من شروع که میکنم یه نکته بگم، اینکه شما الان دارید فیفا 24 بازی میکنید، خیلی از کسایی که این ویدیو رو میبینن میخوام ببینم که این بخش پرکتیسی که توی فیفا 23 که الان داریم بازی میکنیم بود، این توی فیفا 24 هم هست، چون من منوشو یه ذره بالا پایین کردم همچین چیزی ندیدم و مثلا یوتیوبرایی مثل علیزاده که دنبال میکنم میبینم که خب اینا مثلا آنلاین بازی میکنن. کانتنت علی هم مثلا کاملا راجع به فوتباله. یه موقع دیدم ولاگینا هم میذاره، جزو یوتیوبرهای مورد علاقه هم علیزاده. بعد دیگه جونم براتون بگه که ما هم یه ذره آفلاین بازی میکنیم، بعدش ببینیم چطور جلو میره. شاید ما هم فوتبال بازی کردیم، چون منم بدم نمیاد. خلاصه من معمولا وقتی که میام اینجا یه ذره مثلا شوت میزنم، نرفت تو گل و آدم های مختلف هم برمیدارم. نهید بگید که این مسی فنه و رونالدو فنه و حالا فعلا روی مسی بود، اینجوری که هر چند وقت یه بار با یکیشون بازی میکنم. خب برای اینکه شما هم خسته نشید بریم یک دست بازی بریم چیز کنیم، فینال چمپیونز لیگ بزنیم. کاری که جدیدم میکنم اینه که بنده میلان رو برمیدارم و مثلا میریم با تیم مقابل مثلا میذاریم بایر مونیخ. اوکی، لباس این هم سفید میذاریم که قاطی نشه. استعدای بازی رو مقدار کم میکنیم که دیوونه نشم. 4 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه خوب. خب چمنم بزنیم رو سبز فقط دوربین تلبرادکست بریم واسش، بریم ببینیم که چطور به نظر میاد فیفا برای ضبط کردن.
It is something very special indeed to make it to a UEFA Champions League final. Now these two teams are intent بریم upon tasting واسش. glory. فکر کنم که بذارید اول بردارم بخش ترینینگو و نمیدونم چرا دوباره همه چی اومده از اول. باید بیام اینجا ببینم که چون من نمیتونم با این بخش فینیش تایم کار کنم که دوتا آقا این چرا قطع نکرد؟ هایت کن دیگه. این چرا این شکلی شده؟ واو باک شده بچه ها. برو ببینم. اصلا بازی یه ذره عجیب غریب شده. من نمیدونم این همه ما اینو بازی کردیم. امروز که میخوایم ضبط کنیم حالا همه چیش این شکل. خب میذاریم روی اتکینگ. خب شوت خوبی زدیم ولی نشده. چجوری زد؟ آقا زد بازیکن ما رو دیگه. آقای داور، آی داور، آی داور برو ببینم. بگیرش نظر تکون بخوره. ببینید بنده میخوام اینو پاور شات بزنم. اوه چه گلی. از همینجا یک عدد پاور شات میزنه این بازیکن. به تیر نزدیکتر میزنه و توی دروازه. بله بعدن اگه کسی مثلا دوست داشت این ویدیو رو به هم بگید، مثلا ساده ترین ستاپی که میشه زد واسه این که بشه آنلاین در واقع. حالا فیفای 25 میشه فکر کنم رو بازی کرد. بگید که بتونیم تهیه کنیم و بریم تو کارش. درفت میزنه علی زلزله. من دیدم خوشم میاد که بازیکناش رندوم انتخاب میشه. Messias. Calabria crossing into the middle. Oh my god. گل برگردون میزنه این بازیکن. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. اصلا فکرشم نمی کردم. ببینیم با هم. بله خیلی خوب. یه حرکتی هست که شما میتونید با
foul there. Free kick awarded. خط منو گرفت. It's a substitution خط for اونا رو Bayern. گرفت. Dest. Oh, good looking run. Well, good clean. بله catch by the شوت keeper. افتضاح از بازیکنان میلان. های های آروم. Can he find the right pass? میخواستم بهش هزینه بزنم نذاشت. برو Oh, he بیرون fancies his ببینم. chances. خودش خب چرا فرار میکنه خدایا. There will be 1 minute added on at the end. وقتی خودش در میره A chance then. یعنی این که باید باهاش در رختکن یک صحبتی 45 minutes بشود. separating these two sides from glory. The second half of the Champions League final begins. And he stopped them in یعنی their tracks. چی؟ بی ادا. Joao Cancelo. Sadio Mane now. Very quick thinking there. Dest. Well, clattered away. A foul, but advantage Bayern. And the آقای intention was to محترم let the چرا play flow, but خب no خطا real میخوای advantage بگیری forthcoming and زودتر now a free بگیر. kick. پدر سوخته میذاره آدم بره گلشو بزنه همه کارشو بکنه بعدن خطا میگیره. موسیالا واو. بله حمله کن بهش. اون بر بعد میزدم اشتباه زدم. یه مسئله دیگه ای هم که هست الان در حین بازی یادم اومد و اونم اینه که الان من دارم رو پیسی بازی میکنم. پیسی که در واقع روی لپتاپ و مسئله ای که هست اینه که این گلو بزنیم. میخوام ببینم که اگر نیاز هستش که روی مثلا PS5 ما چیز کنیم آنلاین بتونیم بازی کنیم با چه سیستمی میشه که PS5 رو رکورد کرد با PC یعنی بس کرد PS5 رو رکورد کرد با PC. فکر کنم که کارت کپچر آخرین باری که طی تحقیقات میدانی بنده بهش دست پیدا کردم این بود که کارت کپچر نیاز هست. چیز سختی به اون شکل نیست. ما تا اینجاشو اومدیم از اینجا بعدش هم یه راهی پیدا میکنیم. آلفونسو دیویس خیلی پدر سوخته است. میخواد یه کارایی بکنه ما نباید بذاریم که بهش پاس بده. آقای سرژ گنبری که من توی ایزن پستی توی اینستاگرام بود فکرم قبلا دیده بودم که نوشته بود که سرژ گنبری ایرانیه و در واقع اسمش سروش قنبری هست. چطور همچین سمایی به ذهنشون میرسه؟ گل پنجم بنده هیچ ایده‌ای ندارم. کیمیچ گل زیبا میزنه اولیویا ژیرو. بله عالی میزنه. Well, as you can see, this is a great bit of skill. He hits it perfectly, doesn't he? That's a brilliant strike.
Well, it's an out-and-out pasting. 6-0. Well, that's one for them to pursue. گل زیبا. Brilliant piece of finishing. Magnificent goal. بایر مونیخ رو میخواد که بی‌آبرو بکنه Sané. میلان. Onto Goretzka. De Ligt. Sané has it. سانه Alphonso Davies. پس میده به مانه. That'll be a Milan ball. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here. Giroud. And there it is! همینو یه دور دیگه بریم. حوصله It ندارم is something تیم‌ها رو very عوض special کنم. indeed to make it to a UEFA Champions League final. Now these two teams are intent upon tasting glory. Welcome to the showpiece event on the European club calendar. Derek Ray here in the commentary position, joined tonight for live coverage by Stuart Robson. It's Milan up against Bayern Munich. Well, Derek, this is magnificent. The atmosphere inside this stadium is electric. Let's just hope the tension doesn't affect the players. It shouldn't do. Just look at the quality down there. Well, that's wonderful attacking play. Benacer. Oh, magnificent from the keeper. Fantastic stop. بله. So the corner played into the box. And the danger's still on. درخواست برگردون داشتم ولی از اونجا برگردون نزد. تقصیر من نیست. ما درخواست برگردون رو داشتیم. The free kick decision going the way of Bayern. Not the pass he had in mind. خوب زدمش از پشت بازیکنشون رو این شکلی. بودو پاس بده. وای وای بازیم شوت بزنیم که نذاشتم. What an opportunity. Just cleared away in the nick of time. Well, that's how to beat your opponent. Well, defending always has to be a team effort. Good piece of covering. He has teammates around him. Leao. And with that, the attack fizzles out. نباید بذارم بره. Joao Cancelo. And Kimmich. آخه چطوری رد With شد؟ Joao Cancelo. Good tackle. It'll be a throw. تکل زیبا. اوه Sané. اوهش کن. وسط رو بگیر. وسط رو بگیر. Goretzka. خدایا Can he give them the lead? به راحتی Well, گل the زده truth be بودن. told, he made it rather straightforward for the keeper. Well, he knows it. That is a real waste of a great opportunity. بکن بهش. Giroud. It should be. بزن بهش گل ببینم. Scarcely have had an easier finish. باریکلا. We're back underway, and 1-0 it is. Let's see what happens next. Just the challenge that was required. Now can they create something? باریکل. Increase them. باریکل. Will they be stopped? باریک. So back underway, with the lead standing at 2-0. Well, visionary passing. بوق میزنه این بازیکن. Benacer. Diaz. Just unable to take advantage of that developing situation. بله.
چه جور سیستمیه؟ De Ligt. Jan Sommer. Upamecano. Now the manager. اسپدیرا دیرین دیریدین 45 minutes Dişten separating these diridi. two sides from glory. The second half of the Champions League final begins. Well, that's a well-timed pass. Gnabry. Now with Cancelo. Wasted chance. Easy for the goalkeeper. وضعمون خوب نیست، به راحتی دارن And they stopped them in their tracks. از بین دفاع های ما رد. خطا نیست آقای داور؟ آقای داور خطا نیست احتمالاً. بله داور میگه که خطا It's نیست. with Joao Cancelo. Not what he بله was پای intending. زیبا Bad که pass. میندازه تا میرسه به زیر توپ میزنه که اصلا خوب این کار رو انجام نمیده. بله یک And تکل از Bayern, the پشت recipients of the free kick here. سریع بنده به اون میزنه به تکل از پشت. این چی بود Well, دیگه؟ not این one چه shot آشغالی that's بود going to دیگه؟ live long in the memory. Well, I think the manager might disagree, Derek. Any way you cut it, it's a بزن wasted بره opportunity. جلو. Possession lost, intercepted. Well, Bayern have controlled the majority of possession, but it means nothing unless they start to be more creative, particularly in the wide areas. Up to this point, they've been too easy to defend against. This looks promising. Mane! Well, body in the way. مانه And teammates around him. Oh, a vital پاس interception. درست بده But it looked دیگه. dangerous for a moment, پاس but تو the رو باید keeper اون has it بتونه now. بگیره. دروازش سوراخ شده بود اگه درست زده بود. Speculative effort here. And blocked for اعصابم now. رو خورد کرد. And Milan will... Well, that's how to keep the opposition at bay. An incisive pass. تکل عالی برای بایر مونیخ. Goretzka. And thwarted there following the cross. Müller. In it goes to alter the arithmetic and give them hope that they can turn this round. Well, 2-1 it is here. He's allowed it to go over the touchline, so a throw in. Will he play it in? Speculative effort. اوه چه گلی. Tremendous strike. Hard to چه believe that he گلی. elected to take on that shot. Absolutely brilliant. Well, here it is again. And Sandro just look at this. Tonali. It's such good technique. It's a wonderful strike from that range. خودم لذت بردم. خودم کیف کردم. Well, there it is. 3-1 the current scoreline here. Well, we're inside the final quarter of an hour now. Gnabry. Oh, beating his opponent with ease. And he's gone into an illegal position, unfortunately. Really showing off his wide range of passing skills. How about the cross? Superb block on the back of the ball from the flank. Wilting under the pressure. And now they try to go forward. Must score! چه گلایی میزنم. That will put the seal on گوشه victory if there were any lingering doubts. دروازه. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. و عالی میزنه سنی. فرهاده مجیدی. Müller. Well, 5 minutes remaining. But you
This is over already. این تکل Bayern بد. throw coming up. این تکل بد. Kimmich. Joao Cancelo. Can they convert? Oh, he wasn't ruthless enough in front of goal. Keeper has it now. این چی بود؟ این چی بود به بالا پاس داد؟ And خدایا. Bayern will change personnel now. 2 minutes of Alfonso stoppage time coming Davies. up. Good pressure to win the ball back high up the pitch. Not a very complicated catch for the keeper. And there it is. خب خوب بود. میایم بیرون بریم سراغ اند مچ و میریم تو کیک آف. و میریم در بخش ولتا، سینگل ولتا مچ 3-3 در بخش بانوان. فرانسه رو برمی‌داریم در مقابل اسپانیا. دون 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 دون. یا اول فصل گل اول رو میخوریم. آفرین 1-1. بارکالله بارکالله. شو آقا کجا میری خانم؟ گل دوم دریافت میکنی. گل دوم رو به زشت ترین ای ول نکن دروازه رو. بزن دیگه دروازهشون خالی شد. بارکالله بارکالله. آقا ای بابا چرا دروازه رو ول میکنه؟ من نمیفهمم. اعصاب بنده رو داره خراب میکنه. باریکلا 3-3. توپ رو 200 بار شوت میکنه. 200 بار توپ رو شوت میکنه. آقا اصلا این دروازه من خانومه خوب کار نمیکنه، داره دیوونم میکنه. بزن یه شوت محکم. توی
با خیابونی هم پاور شات داره. من نمیدونستم. شما آیا خب بده بالاییش دیگه. من دارم اونجایی که میگم نمیدی دیگه توپو. بیا اصلا نیست مالوس بازیکن کجاست پدر سوخته. اعصاب من رو دارن خورد میکنن. هیچی و زهر مار، هیچی و زهر مار دوتا عقبیم. ستا نشه. اتک. این اولی. باریکلا. این دومی برم سریع بزنیم بهشون. آره و اما میریم سراغ سومی. خیلی زود شروع طوفانی در نیمه دوم. آی ببین معلوم بود میخواد ما رو به باد بده. معلوم بود که میخواد ما رو به باد بده. کثافت. خب این چی بود الان؟ این چی کاری بود که من گفتم اصلا خودت یه کار دیگه کردی. تکل عالی. پدر سوخته. نگاه کن. بعد میگن چرا دیوونه میشی. گل مفت به قول علی زلزله میزنم. بیا حالا اینم دفاع نمیتونه بکنه. چه عجب. بزنید. بزن تو گلش دیگه. بزن دیگه. چه عجب. مرسی که از 800 تا یه دونه رو دفاع کرد. بابا چجوری کجا خوردین؟ برو یه پاور شات میزنیم که هیچ ثمری نداره. یا اول فاز. فقط نباید گل. وای اشتباهی کردم. 44 ثانیه مونده. نه تکل عالی. چرا من شوت نزدم دیگه؟ مگه میشه به اینا گل زد؟ خدایا نه. پاس بده دیگه. بزن. وای باختیم فکر کنم. بدبخت شدیم. متاسفانه 3-3 رو میبازیم. یه دست دیگه ریستارت میکنیم به امید این که بتونیم ببریم. رفت بیرون توپ. بله گل اول. اوف نه به خودش پاس نده. ای خدا.
کاور شات خطاست دیگه، خطاست دیگه. بله بله یک لحظه نمیذارن رد شه، یک لحظه نمیذارن رد شه. دیوونه میکنن آدمو. چه عجب گلی زد. به خاطر همین گلشونم که شده بازیکن ما رو زدن. من میدونم چی کارشون کنم. این آخریه چی بود؟ شوت مسخره. پاس زشت. خورش کلو به قول علی. گل. ببین دوتا زدم هیچ کدوم نرفت. ثانیه آخر دو گل. این اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست. پنجاه نفر اونجا. بزن دیگه باری کلا. یه مقداری هم خوش شانسی آوردیم. نگاه کن دوتا پت و مت رو نگاه. این اونو میزنه، این اونو میزنه. خدایا چرا لوکه به خودت. بالا وسط رو بگیر. خدا بزن دیگه گلو. باری کلا باید ضربه سر تمام کننده. نانی که یکی به خودت بزن گلو.
گفته بودم که اون حرکت اول این دست رو روم رو زیاد نکنم. بازم بگم که اون گلی رو که زدید بازیکن من انداختید زمین، گفته بودم که اون رو جبران میکنم. مقدار وقت تلفی میکنیم رو به بازی کثافت میاریم. واقعا باید بزنن. باریکلا. هر ضرب و ضربی که هست توپ رو وارد دروازه میکنن. یا اول فصل گل میخوره. مقدار باید مجدد تلفی وقت بکنن چون که تیم قدر هست. بله آقای ناگا موراناگا موشی پس میده به تاکا هاشی. حالا اینکه تو اسپانیا فرانسه چه گونه وای تاکا هاشی از محله از بچه ها یه مقداری دارن میترسم. عجیب و غریب دارن میان بالا. اینم بزن بدبخت دو عالم شدیم. خب نزار بیاد دیگه همینو گله. بازی کنه. بله پاس میده و شوت میزه و تمام انتقام رو میگیره. بله و اما دست سوم که دست سرنوشت ساز هست. واهای میخوره به تیرک در واز. کجا میزنی آخر؟ کجا میزنی؟ بکوب دیگه لامصب و باریک. و اما بریم سراغ دست سوم این بازی. برنده این دست وای من زدم تکلو ولی نشد. ببینید اینایی که اینایی که میزنه اینجوری میزنه اینجوری، اینا همش گله. بزن بیا کنار خدایا. هرس میدن من رو. مقداری با خطا توپ گیری میکنه. دایی به خودت. خب خاک بر سرت که پاس میدی اونجا. واقعا کثافت. نگاه کن فلجه. ببین تو رو قرآن باختیم این دست رو باور کن. اینم که خوردیم چهارمی دیگه. خیلی باید دقت کنیم تا بتونیم ببریم. بزن دیگه خدا. یا ای وای همینجوری داریم گل میخوریم. از هم هدر خوردتر میشه. چه عجب. چه عجب. عجب. گل سوم رو میزنه و باید دقت بکنه. دوباره باید دقت بکنه. توپ رو جای بدی لو داد.
باید دقت رو چاشنی کار بکنه. خدا که اگه بزنه من میکشم تو رو. وای 30 ثانیه مونده. خب درست بده دیگه. بزن. بزن بزن بزن. کثافت نشد. 5-3 هست حساب کار در نیمه دوم. ببینیم که آیا مانند نیمه اول جبران خواهد کرد. کاش بیرون نمیرفت. کاش بیرون نمیرفت. بله افتضاح. افتضاح. گم شید بیاید بیرون از دروازه. بزن دیگه خدایا نمیزنه. چرا دیوانمون کرد. خدایا دیگه بعد بعضی از اینا واقعا گل بشه. خب من برای اونی که پاس میدم پاس بهش نمیرسه. داریم میبازیم بازی رو. بیا اینم تحقیرمون کردن. چیپ زدن بچه ها. نامردا. میشه بزنی؟ زدن صورت بازیکنشون. دقت کن دقت کن. طوری نیست بابا. 1 دقیقه وقت داریم. اشکال نداره. 10 تا دیگه هم بزن بازم من میرسم. وای دیگه هرچی میاد نره تو که. خر دارن دفاع میکنن. بله این دست متاسفانه واگذار کردیم و همینجوری هم زر زر داریم گل میخوریم. اینم نزن. اینم بزن بیرون. تو خدا. تو خدا بزن بیرون. یا برو بابا. از تو هم خورد کرد ولی بیرون نمیاد. تا آخر دست تو بازی میمونم ولی با این نتیجه مفتضحانه. بله نتیجه 11-5. هچ دیگه ما هر آنچه در توان داشتیم گذاشتیم و نشد. خیلی خوب اینم از این. خب رسیدیم به آخر این پارت از
روزمرگی معمولی، شاید اسمشو بزنیم روزمرگی معمولی توی فیفا پارت اول، یه همچین چیز. و مرسی که تماشا کردید. به هر حال امیدوارم که لذت برده باشید و حال من که خوب شد. لایک و سابسکرایب و کامنت و اینا یادتون نره که کانال بیاد بالا و مانیتایز بشه زودتر. و خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه میبینمتون و اینکه فعلا